سینمای جمهوری چک. جغرافیای جمهوری چک، کشوری محصور در خشکی واقع در اروپای مرکزی، هم مرز با آلمان، لهستان، اتریش و اسلواکی و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور در تاریخ اول ژانویه 1993 و به دنبال تقسیم کشور چکسلواکی پدید آمد. پایتخت و بزرگترین شهر آن پراگ است. جمعیت کشور جمهوری چک 10,708,000 نفر است. مردم این کشور به عنوان بی‌اعتنا به مذهب توصیف شده‌اند و این کشور رتبه سوم بیدین‌ترین مردمان را در جهان دارد. مساحت این کشور 78,866 کیلومتر مربع است. تاریخچه سینمای چک. در چکسلواکی سابق برخلاف کشورهای دیگر بلوک موسوم به شرق در آن زمان پیشینه قدرتمند و شکوفایی در سینما داشتند. تولید سینمایی در چک در سال 1908 یعنی 5-6 سال پیش از برلین آغاز شد و پیشگامان اختراع دوربین فیلمبرداری از سالها قبل در سرزمین بوهم که منطقه تاریخی در کشور چک است گزارش شده‌اند. سرمایه گذاری در صنعت سینما زودتر از جنگ جهانی اول در چک آغاز شد و پس از سقوط امپراتوری اتریش مجارستان چک ها و اسلواک ها متحد شدند و کشور اسلواکی را تشکیل دادند. استودیوهای باراندوف در سرزمین چک در سالهای پایانی دهه 1920 و سالهای آغازین دهه 1930 تجهیزات و امکانات پیشرفت سینمایی داشتند و کارگردان‌های متعددی در این دوران به شهرت دست یافتند. سینمای چک در زیر سایه نازیسم و استالینیسم. در زمان جنگ جهانی دوم تولیدات سینمای چکسلواکی افت کرد و از 40 فیلم در سال 1939 به کمتر از 10 فیلم در سالهای 1943 و 1944 رسید. نازی‌ها استودیوهای باراندوف را اشغال کردند و قصد داشتند کل صنعت فیلم خود را در آنجا متمرکز کنند. فیلم‌های تبلیغاتی زیادی به زبان آلمانی در این دوران در استودیوها ساخته شدند. سینماگران بنابر آن گذاشتند در اولین فرصت سینمای کشور را ملی کنند، کاری که در عین حال به دستور استالین در زمان رئیس جمهور آن وقت یعنی ادوار بنش و در آگوست سال 1945 به وقوع پیوست. در اثر این حرکت 3 سیستم متشکل از استودیوها و تجهیزات مربوط به مستندسازی در شهر براتیسلاوا و بالاخره یک مدرسه فیلم که به نام آکادمی هنرهای دراماتیک آفامو نامیده شد و در حقیقت در امتداد مدارس سینمایی کشورهای موسوم به بلوک شرق قرار داشت. با پایان جنگ جهانی دوم سینمای چکسلواکی ملی شد و تبدیل شد به دومین کشور که سینمای خود را ملی می کند و این ملی شدن سینما باعث زمزمه هایی شد که منجر به تشکیل موج نوعی سینمای چک شد. چه در دوران جنگ و چه در دوران اختناق استالینی فیلمسازانی وجود داشتند که با آثار هرچند تک افتاده ولی در کادر محدودیت ها فیلم های قابل توجهی ساختند. پس از مرگ استالین و روبرا شدن نسبی اوضاع، این فیلمسازان به ساختن فیلم هایی که دیگر تابع قوانین واقع گرایی سوسیالیستی نبود پرداختند. کارگردان های مانند کلوس و کادار در فیلم سه آرزو 1958 به تجزیه و تحلیل سربسته مکانیسم اجتماعی پرداختند. در این دوران فیلمسازان چک از آب شدن یخ دوران استالین استفاده کردند و به مضامین معاصر یا تاریخی پرداختند. صنعت سینما کمی از تمرکز خارج شد و 5 بخش تقریبا مستقل از گروه‌های تولیدی سامان یافت. وویتسک یاسنی از اولین فارغ التحصیلان فامو که یکی از پیش قراولان موج نو است در فیلم من از چند مرگ نجات پیدا کردم 1960 به مبارزه شجاعانه یک زندانی اردوگاه مرگ برای بقا می‌پردازد. به این ترتیب گویی فیلمسازان تلاش می‌کردند در حوزه محدود مضامین حرف خود را بزنند. فیلمسازان مهمی
از جمله کلوس و کادار در کارهای آن دوره خود از قالب‌های نو نیز بهره می‌بردند. وویتسک یاسنی در فیلم اشتیاق 1958 که فیلمی تجربی است با ابداعهای فرمال در حقیقت با استالینیسم مبارزه کرده است. این فیلم شعری از سینمایی که در آن دوربین کارکردی فراتر از تثبیت کننده و حالتی استعاری دارد. از کارگردان‌های مطرح این سالها میتوان از فرانتیشک ولاچیل و اشتفان اوهر نام برد. فیلم خورشید در دام 1962 ساخته اشتفان اوهر، کارگردان اسلواک، به یک بار درها را گشود. اولین نفر ورا خیتلاوا با فیلم‌های تجربی و فوق‌العاده‌اش بود. خیتلاوا که طراح مد و فارغ التحصیل مدرسه فاما در رشته فیلمسازی بود و فیلم‌های مانند سقف، یک مشت آشغال 1962 را قبلا ساخته بود، به یک بار به عنوان پیشتاز موجنو پا به میدان گذاشت و مضامین و قالب بیانیش در این فیلم‌ها همچون الگویی در میان کارگردان‌های موجنو پذیرفته شد. اصولا موج نوی سینمای چک از نئورئالیسم ایتالیا و موج نوی سینمای فرانسه متأثر بودند. غیر از فرانتیشک ولاچیل که خود استاد تاریخ هنر بود و اغلب موضوعات تاریخی را با قالب‌های تجربی در هم می‌آمیخت، بقیه عموماً موضوعات روز را برای فیلم‌های خود انتخاب می‌کردند. از کارگردان موج نوی سینمای چک می‌توان به ورا خیتلاوا، میلوش فورمن، ایوان پاسر، یرژی منزل، یان نمتس، یارومیر ییرش میتوان نام برد که امروزه همه آنها درگذشتند. کارگردانان موج نوی سینمای چک: ورا خیتلاوا. خانم خیتلاوا در سال 1929 در شهر استراوا چکسلواکی به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته‌های فلسفه و معماری در دانشگاه چارلز به پایان برد. پس از مدت کوتاه کار طراحی، به لطف فعالیتش به عنوان مدل با دنیای سینما ارتباط پیدا کرد و به منشیگری صحنه پرداخت. در سال 1957 در حالی که دستیار کارگردان شده بود، برای تحصیل به آکادمی فاما در پراگ رفت. در سال 1962 نخستین فیلم بلند داستانی خود را با نام سقف کارگردانی کرد. برای ادامه کارش با مقامات کمونیستی درگیری پیدا کرد. پس از وقایع بهار پراگ، برخلاف همتایان خود مانند میلوش فورمن و ایوان پاسر کشور را ترک نکرد و تا چند سال از پشت دوربین دور ماند، تا اینکه پس از نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهور وقت گوستاو هوساک، فیلم کم هزینه به نام سیب‌بازی را در سال 1977 جلوی دوربین برد و برنده جایزه هوگوی نقره‌ای در جشنواره شیکاگو شد. دیگر فیلم‌هایش نیز با تأثیراتی از موج نوی فرانسه و ایتالیا به سینمای روشنفکرانه تعلق داشتند. فیلم بعدی بلند خیتلاوا، چیزی متفاوت، به سال 1963 با فیلمنامه‌ای از خودش تصویری است از زندگی دو زن کاملا متفاوت، یکی قهرمان المپیک ژیمناستیک و دیگری زن خانه‌دار ناکام. خیتلاوا با گل‌های داوودی در سال 1966 سینما وریته را کنار گذاشت و گام در عرصه خیال پرورانه سورئالیسم نهاد و یکی از آثار ممتاز موج نوی چک را خلق کرد. گل‌های داوودی فیلمی است صراحتاً آنارشیستی و نمایش آن تا سال 1967 ممنوع بود، اما بلافاصله پس از نمایش مورد تحسین منتقدان کشور خود و جهان قرار گرفت. خانم ورا خیتلاوا در سال 2014 درگذشت. میلوش فورمن، وی در سال 1932 در شهر چاسلاو چکسلواکی به دنیا آمد. تحصیلاتش را در آکادمی موسیقی و هنر دراماتیک و فامو به پایان برد. نخستین تجربه اش فیلمنامه اتومبیل ددک ساخته آلفرد رادوک در سال 1956 بود. در سال 1964 نخستین فیلم بلند داستانی خود را با نام پیتر سیا، آغازگر کارنامه او بود. فیلم نویسان این فیلم میلوش فورمن و ایوان پاسر بود و مدیر فیلمبرداری این فیلم میروسلاو
اوندریتسک بود. فورمان همزمان با موج نوی فرانسه کار میکرد، ولی برخلاف ژان لوک گودار که فانتزی های جوانانش را در قالب های اقرار شده و متأثر از سینما آمریکا عرضه میکرد، فورمان همدلی محسوسی با مشکلات روزمره و محرومیت های این نسل نشان میداد. نخستین فیلم فورمان پس از مهاجرت از چکسلواکی به آمریکا، فرار به سال 1970 درباره شکاف عمیق فرهنگی میان والدین و فرزندانشان است. فورمان آگاهانه از همزاپنداری با فرزندان برخلاف فیلم‌های اینچنینی در دهه 1950 اجتناب می‌کند و برعکس با تمرکز بر پدر و مادر و تجربیات جدید آنان به لحن کمیک اما گزنده دست می‌یابد. فیلم دیگر وی دیوانه از قفس پرید نام دارد. راندال پاتریک مکمورفی با بازی درخشان جک نیکلسون برای خلاصی از مقررات سخت زندان و کار اجباری روزمره خود را به دیوانگی می‌زند و به یک آسایشگاه روانی فرستاده می‌شود. به زودی آنجا را زندانی نفرت انگیز می‌یابد که به وسیله یک پرستار سادیست اداره می‌شود و ادامه ماجرا. این فیلم هوشمندانه و تأثیرگذار مهر تثبیت موقعیت فورمان، فیلمساز چک، در آمریکا بود. فیلم دیگر وی رکتایم به سال 1981 است. رکتایم رمان مشهوری از دکتروف است. دکتروف در رمان خود چند طرح داستانی را در بستر پیوستگی‌های تاریخی به هم ربط داده است و پیوند همه رخدادها کاملا منطقی است. اما در نسخه تصویری فورمان تماشاگر نمیتواند رابطه میان شخصیت‌ها و طبقات اجتماعی آنان را دریابد. اگرچه که فیلم به متن وفادار مانده است، اما فورمان با تمرکز بر تنها بخش از رمان و تأکید بر درونمایه مزبور باعث شده تا روایت فیلم فاقد پیوستگی درونی میان حادثه‌های بازگو شده باشد. آخرین فیلم میلوش فورمان اشباح گویا به سال 2006 است. داستان این فیلم سرگذشت نقاش نامدار اسپانیایی فرانسیسکو گویا است. فیلم اشباح گویا کوشیده همزمان دوران تفتیش عقاید در اسپانیا، روی کار آمدن ناپلئون و زندگی گویا را دستمایه کارش قرار دهد و موفق شده از همه آنها به نحو مطلوبی استفاده کند. میلوش فورمان در سال 2018 در 84 سالگی درگذشت. یرژی منزل وی در سال 1938 در شهر پراگ به دنیا آمد. با خواهر دوقلوی خود در محیطی روشنفکرانه بزرگ شد. تحصیلاتش را در فامو از سال 1957 تا 1962 به پایان برد. با نخستین فیلم‌هایش جنایت در یک مدرسه دخترانه و مرگ آقای بالتزار، هر دو در سال 1965 اپیزودی از مرواریدهای اعماق مورد توجه قرار گرفت و با فیلم قطارهای دقیقاً مراقبت شده 1966 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی شد و به شهرت جهانی رسید. پس از حمله نیروهای شوروی به چکسلواکی به خاطر هجوی فیلم ضد کمونیستی چکاوکا در یک ردیف که محصول سال 1969 بود و تا سال 1990 اجازه نمایش پیدا نکرد، مورد غضب قرار گرفت و به ناچار به تئاتر پرداخت. مهمترین ادعای یرژی منزل برای دست و پا کردن جایگاهی قرص و محکم در تاریخ سینمای جمهوری چک قطارهای دقیقاً مراقبت شده است. او به خاطرش اسکاری در سال 1967 دریافت کرد و فیلم در بین آثار موج نوی چکسلواکی از همه بیشتر مورد استقبال قرار گرفت و فروش کرد. منزل نیز مانند میلوش فورمان بیشتر تحت تاثیر رمان‌نویس‌های چک بود تا فیلمسازان غربی. فیلم قطارهای دقیقاً مراقبت شده روایتی از سالهای جنگ جهانی دوم است. جوانی به نام میلوش کاری در یک ایستگاه کوچک راهن به دست می‌آورد. او با ماشا، یکی از کارکنان قطار، رابطه‌ای صمیمانه پیدا می‌کند و به او علاقه‌مند می‌شود. فیلم محشر خودمانی و سرگرم کننده
مناسب‌ترین صفت‌هایی هستند که می‌توان به این فیلم یریژی منزل اطلاق کرد. شاید هم بتوان آن را درباره اختلاف نظر آدم‌ها دانست. اینکه واقعاً که هستند، درباره خودشان چه تصویری دارند و بقیه مردم درباره آنان چه فکری می‌کنند. از فیلم‌های مهم وی می‌توان به چه کسی جویای عمق طلایی است 1975، راه میانبر 1980 و آخرین فیلم وی دون خوان به سال 2013 است. یریژی منزل در سال 2020 در سن 82 سالگی در پراگ درگذشت. یان نمتس در سال 1936 در پراگ به دنیا آمد. تحصیلاتش را در مدرسه سینمای پراگ به پایان برد. برای فیلم کوتاه فارغ التحصیلی خود یک قرص نان 1960 از یک جشنواره فیلم‌های دانشجویی در آمستردام برنده جایزه شد. با نخستین فیلم‌های بلند داستانی خود به شهرت رسید. اما در سال 1968 پس از اشغال چکسلواکی توسط نیروهای روسی و بهار پراگ دچار مشکل شد. پس از چند سال بیکاری سرانجام در سال 1974 اجازه پیدا کرد تا به فرانسه مهاجرت کند و یک سال بعد فیلمی محصولی مشترک آلمان و فرانسه را با نام رابط چک 1975 را در مونیخ جلوی دوربین برد. در اروپا و آمریکا نتوانست فیلمی بسازد و پس از سالها صرفاً توانست یکی دو مستند تلویزیونی کارگردانی کند. یان نمتس در 79 سالگی در سال 2016 درگذشت. ایوان پاسر در سال 1933 در پراگ به دنیا آمد. در خانواده‌ای ثروتمند و هنرمند به دنیا آمد. مادر بزرگش فیلمنامه‌نویس فیلم‌های صامت چک بود و مادرش طراح پوستر. در دوره اشغال کشور توسط نازی‌ها به دلیل یهودی بودن تحت فشار قرار گرفت و در دوره حکومت کمونیست‌ها به دلیل ثروت خانواده. در سال 1965 نخستین فیلم خود را با نام بعد از ظهر کسالت‌آور ساخت. در سال 1969 ناچار به ترک وطن شد. در هالیوود با فیلم‌هایی مانند قانون و بی‌نظمی 1974 و روش کاتر 1981 به موفقیت نسبی رسید. ایوان پاسر در سال 2020 در سن 86 سالگی در آمریکا درگذشت. یارومیل ییرش وی در سال 1935 در شهر براتیسلاوا به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته‌های کارگردانی و فیلم برداری آکادمی در دهه 1960 با کارگردانی فیلم‌های کوتاه تجربی آغاز کرد. در سال 1963 نخستین فیلم بلند داستانی خود را با نام فریاد ساخت و با استقبال روبرو شد. اما تا اواخر دهه 1960 به دلیل فضای پرتشنج و سیاسی کشور فرصت چندانی برای کار پیدا نکرد. در اوایل دهه 1970 در حالی که تعدادی از فیلمسازان سرشناس چک در تبعید به سر می‌بردند، با دو فیلم بی خطر، والری و هفته‌های شگفتی‌ها 1970 و سلام مرا به پرستو برسان 1972 مورد توجه قرار گرفت. وی بر اثر جراحت ناشی یک تصادف رانندگی در سال 2001 درگذشت. سینمای چک پس از موج نو با ورود تانک‌ها در سال 1968 سینمای چک و موج نو در شرایطی وحشتناک قرار گرفتند. دبیر کل حزب دوبچک و همراهانش بیش از 8 ماه نپاییدند. گوستاف هوساک جای او را گرفت و مأمور عادی‌سازی چکسلواکی شد. او تا سال 1987 در رأس هرم قدرت بود. فیلم‌های بسیاری نیمه‌کار توقیف و فیلم‌های دیگری از اکران پایین کشیده شدند. 5 گروه مستقل فیلمسازی و اتحادیه فیلم و تلویزیون منحل شد. کارگردان‌های مانند یان کادر، وویتسک یاسی، میلوش فورمن، ایوان پاسر کشور خود را ترک کردند. جوانانی که در حال خیزش بودند از صحنه دور شدند. در اوایل دهه 1970 انبارهای باراندوف پر شد از فیلم‌هایی که در دهه 1960 ساخته شده بود. با وجود آنکه در دهه‌های بعد کمونیست از صحنه پاک شد و انقلاب مخملی
و به دنبال آن جدایی چکسلواکی به وقوع پیوست، ولی اثرات این سالها و آبی که بر آتش موج نوی سینمای چک ریخته شد هرگز پاک نشد و کسی نمیتواند پیش بینی کند که این خیزش تا کجا میتوانست پیش برود. مدیران استودیوهای باراندوف و کولبیا از کار برکنار شدند و رئیس سازمان پخش به دلیل فعالیت ضد سوسیالیستی روانه زندان شد. برخی از آثار قابل اعتنای فیلمسازان در دهه 1970 چنین است: فراریان و کوچندگان 1968، خانه‌ای بساز و درختی بکار 1980، زنبورهای 3000 ساله 1983 که توسط فیلمساز سورئالیست یورای یاکوبیسکو متولد 1938، مرگ 2023 ساخته شدند. آثار این فیلمساز را متأثر از الکساندر داوژنکو می‌دانند و چند فیلم استاری دیگری از یورای هرتز و دوشان هاناک در این دهه ساخته شدند. در تابستان 1992 چک‌ها و اسلواک‌ها در یک انتخابات ملی دوران فدرال را لغو کردند و جمهوری‌های مستقل و جداگانه‌ای تشکیل دادند. در 31 دسامبر 1992 کشوری که معجزه سینمای چک را آفریده بود دیگر وجودی نداشت. اما فیلمسازان چک و اسلواک به طور مشترک یا به تنهایی همچنان به راه خود ادامه می‌دهند تا مگر اینکه غنی‌ترین و پرسابقه ترین فرهنگ سینمای جهان را ارتقا بخشند. باید به خاطر داشت که این کشور با جمعیت 16 میلیونی در جریان بهار پراگ بیش از 100 فیلم تولید کرد که بر ساختار سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر قاطعی گذاشت و همزمان چهره سینمای جهان را دگرگون کرد.